سلام علیکم همدیران عزیز اعضایان گروه انگور و بوق. امروز ما قرار داریم در دهه شاهانبری نزدیکی سناتور شاهانبری نام دهم شاهانبری. سناتور شاهانبری نرسیده 500 متر یک درخت سودا است. همون پشت سودا قد دست چپ گشته این دهه آمدن در کار. که کدام در کار است اکای ابروالدین میگوید. تلفنش رو میمونیم. امروز اکای ابروالدین میخواهد به ما معرفی کند پاروی بیاگوموس. دستتون قد گیرید من دستم رسمونش بردارید یک نشان تید. انا این بیاگوموسی اکای ابروالدین استحصال کردگی. فکرم دارم بیاگوموسی صفتی اعلی می باشد. قپی دستتون با تخم کریم هم دارد بگمانم. او داره نمیشه زردک ها تخم کریم است. انم زردک ها تخم کریم است. و انا از اینجا بیخته ایستاده است و میبیزد. دو سیتکه قطی میبیزیم. اول وای سیتکی کلان قطی و بعد سیتکی یلکی خورد قطی میبیزن و همخی صفتی خوب کرده در لینچه گرفته ایستادن. شما چند قدر دارید؟ حضرتش تیارش یک 2.5 تن بوری هست. با قریب یک 2.5 تن دیگه با تیار هست. خلاصی گپ که اینم بزیدگر 2.5 تن 5 تن میبرید. 5 تن بورین هست ان شاء الله خدا. نرخش رو چند پولی گفتید؟ نرخش مانا با بچهای خوجاند بچهای مانا جیلیکول 3 سومون 2.70 ما 2.5 سومون نرخ موندیم. 2.5 سومون گفتید. کرم رو خودتون اینجا پرورش میکنید؟ همینجا پرورش میکنید؟ خانه همینجا کرم رو نشان دید با ما. یک بلزنید کرمش رو من بینم. تونی که بد نکنید من کرم غوثیش رو گیرم. در خط من همین کرم است. این کرم چپا کنید. آنا کرم کو نمیفروشید آخه؟ کرم حضرتش که مون ناو اینجا شکنه. ولی شما کرمتون کم بوده است. کیلوی فروختن نیست. بعد کرمتون هم انا حق کرم. همدیران عزیز ولی سوال بسیار میشد کرمش چی بیوگوموسش چی برای هر چندی که ما 20 مرتبه نشون دادیم با پادپیچکوی نام میپرسن برای پادپیچکویی که نمیدونن من گفتنی هستم. کرمی که در اینجا دیدیم این کرمی کالیفرنیایی است. این کرمی لای خوراکی ما نیست. مانندی دارد و کرمی لای خوراکی ما نیست. این کرم همین اخلاطی گاو رو میخورد، پاروی گاو رو میخورد و تخمینا 1 تن پرتویت 30% رو خورده 70% رو برگردونده به شما استخراج نموده در نمودی همین بیوگوموس میدهد. این بیوگوموس نظر به این پارویی که حوض پرتفتگی بالای کرم قوتش یک 12 مرتبه به قوت است. این بیوگوموس این بسیار ویتامیناش بسیار است. اگر درخت یا بوته شما یا سبزوات شما با بیوگوموس شناخته شود وای گویا که آدم رو شما گوش بیرون داده هر روز همین اوقاتی به قوت دادید. میوه شما یا یکی سبزوات شما خوشروی میبیاید، خوش صفت میبیاید، شیرین میبیاید، کسلمند نمیشود، درختتون به قوت میشود، ایمنیتتون به قوت میشود و زمینتون زنده میشود. همدیران عزیز وقتی که شما انا همین بیوگوموس رو استفاده میبرید با یک بار دیگه بردارید بالی دستتون خلق بیند که بیوگوموسش چیست. انا بیوگوموس همین زمین سیب سیاه که در رسی از زمین سیاه دارد با این ایوه به قوتتر میشود. ما حاضر گروه انگور و باغ حرکت دارد که همین زمین بیوگوموسچی ها رو بسیارتر رکلام کنیم و خلق بیوگوموس بسیارتر خریدار کند. بیوگوموسچی پرورش بیوگوموس کرمی کالیفرنیایی بسیارتر شود و زمین های تاجیکستان از نو جانک شوند و این بیوگوموس نظر به داروهای مینرالی که یک مرتبه استفاده میبرید این رو یک مرتبه استفاده برید با مدت 3 سال با شما کفایه میکند به درخت شما. بیوگوموس قوتش بسیار است. این بسیار سال است. نورهای مینرالی ما یک باره اوج میکنن قوت میتونن لیکن 1 سال از بازار لینچه میخریم کو اما فاس نیتر اما فاس دیگر چه و یا یک مرتبه هر سال و یا دادن در کار. این رو هر سال نمیتید. این رو در 3 سال یک مرتبه تید قوتش بحث است. انا اکای ابروالدین رحمت به شما. من تلفنات رو میمونم خریداران زنگ زنن و تماس برید با آنها میبیاین میبرید میوش کاری شما خودتون سودا کنید. گپی من کاری من فقط به خلق رساندن ایده آنکه شما چی دارید برای خلق پیشنهاد میکنید مهنتتان رو و همین محصولاتتان رو.
ҳамдиёрони азиз, муроҷиат кунед ба акаи Аброриддини мо дар деҳаи Шонбарии шаҳри Сор. Мана биёгумусҳоро истеҳсол кардааст. Ҷавонмарди бисёр меҳнаткаш будааст. Ман якум бор мебинам ин касро, ки дар қишлоқ аз ҳеҷ чӣ бояд пул кор кунем. мо бовар кунед, ин пул ҳаёт аст, пул зиндагӣ аст. ин пул ҳамин саломатеро ки нимашро мехаред, ҳамашро харида нашавад, нимашро мехаред. Бо пул дору мехаред, сиҳат мешавед. Лекин ина бинед ки ин акаи Аброриддини мо дар қишлоқ ки ҷои кор кам аст, ба ин кор машғул шудааст ва худо хоҳад бисёр пули меҳнатӣ ба даст меорад. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед. ба акаи Аброриддин занг занед. телефоношро ман мемонам барои шумо. ва вило намонед. мемонам. як ҷаҳон ташаккур.